салом бинандагони арҷманд, ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст ки аз студияи маркази шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. дар 15 дақиқаи баъди мо бо ҷамъи ҳамкорон шуморо бо хабару таҳаввулоти имрӯзи 11 август дар тоҷикистон ва ҷаҳон шинос мекунем. нахуст бо мавзӯи асосии нашр шинос шавед. ҷасади як шаҳрванди тоҷикистон ки дар ҳамлаи паҳбодӣ дар шаҳри Нижникамски Русия ба ҳалокат расид, ба ватан интиқол дода мешавад. рӯзи 12 август дар бахши бузурги Аврупо падидаи гирифтани офтоб мушоҳида мешавад. сокинони Тоҷикистон дар навбати худ сафороии сайёраҳоро дида метавонанд. гардиши вобаста ба гардиши онҳо дар осмон як камонро мемонанд. додгоҳи суғд ҳикмат шодиеваро ки барои дар хатар гузоштани ҳаёти писараш Искандар Маликӣ ва келину наберааш гумонзад буд, бар асоси қонуни авф озод кардааст. пайвандони Рамазоналӣ Басиров, шаҳрванди Тоҷикистон ки дар ҳамлаи паҳбодӣ ба Нижникамск дар Татористони Русия кушта шуд, мунтазири интиқоли пайкар ё ҷасади ӯ ба ватан ҳастанд. ҳамла ба Нижникамск шаби 9 ба 10 август рух дод. дар ин ҳодиса ду шаҳрванди дигари Тоҷикистон захмӣ шуданд. 8 зодаи Ӯзбекистон низ дар ин ҳодиса ҷон бохтанд. раиси Татористон Рустам Минихонов ба раҳбарони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон изҳори ҳамдардӣ намуд. мулло Раҷаб Юсуфӣ бо ҷузъиёти бештар аз сарнавишти Рамазоналӣ Басиров гузориш медиҳад. рамазоналӣ Басиров, шаҳрванди кушташудаи Тоҷикистон, дар Нижникамск 30 сол дошта, сокини ҷамоати Овчиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров будааст. Равшан Нуруллоев, тағои Рамазоналӣ 11 август дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, хоҳарзодааш солҳо боз ба ҳайси ронандаи мошини борбардор ё крановчи кор мекард. ба гуфтаи тағояш, Рамазоналӣ соҳиби 3 фарзанд буд ки калонияш 8 сол дорад. ин муҳоҷири тоҷик дар оила якка писар будааст. یک نماینده جامعه تاجیکان در نیژنیکامسک که با دلایل امنیتی نامش فاش نمی‌شود به رادیو آزادی گفت رمضانعلی یک ماه پیش به روسیه آمده در شرکت ترکیه یاماتا کار می‌کرد. این شرکت در نیژنیکامسک کارخانه کیمیایی می‌سازد. در این حادثه همچنین دو شهروند دیگری تاجیکستان زخمی شدند. به گفته نماینده جامعه تاجیکان، شرکت کارفرما و حکومت تاتارستان وعده دادند که خراجات فرستادن جسد را پرداخت می‌کنند و همچنین به خانواده این جوان یعنی خانواده رمضانعلی بصیرов جبران پولی می‌دهند. در نظر است که جسد رمضانعلی بصیرov را روز 13 август به تاجیکستان فرستند. حمله به نیژنیکامسک شب 9 به 10 август رخ داد. مقامات روسیه ادعا کردند که پهپادهای اوکراینی انشاءات ملکی و صنعتی نیژنیکامسک را هدف قرار دادند. ستاد کلی ارتش اوکراین میگوید که نیروهای این کشور به کارخانه استحصال نفت تنکو ضربه زدند. در حمله به نیژنیکامسک همچنین 8 مهاجر ازبکستانی نیز کشته شدند. در تاتارستان روز ماتم اعلان شده است. مولو رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. اگر شما در اروپا هستید و ناگهان فردا در روزی روشن دیدید که هوا تاریک شد و باد سرد وزید، حیران نشوید. ستاره‌شناسان میگویند 12 август در قلمروی یک قطار دولت‌های اروپایی پدیده گرفتن آفتاب را میشود مشاهده کرد. این حادثه کیهانی در حالت روی می‌دهد که مهتاب در بین آفتاب و زمین جای گرفته آفتاب را پررنگ می‌پوشاند. ستاره‌شناسان ایتالیایی مثلا از پیش برای مشاهده این رویداد کیهانی آمادگی دیدند. تفصیلات از مولو رجب یوسفی. ناسا یا آژانس ملی کیهانشناسی آمریکا گفت روز 12 август در اسپانیا، گرینلندیا، ایسلندیا، روسیه و یک قسم پرتغالیا گرفتن پره آفتاب مشاهده خواهد شد. در جریان این پدیده طبیعی مهتاب در بین آفتاب و زمین جای گرفته آفتاب را پره می‌پوشاند. یعنی در روز روشن آسمان تاریک شده به وقت شامگاهان مانند می شود. در این حالت گاه جانورانی که به زندگی شبانه عادت کردند بیدار و فعال خواهند شد. در بعضی محل‌ها ساکنان شاهد تاج آفتابی شده می توانند. دانشمندان ایتالیایی از شهر پادویا که دوام 2 سال با کارکرد دستگاه نوی سپکترومتر دایره شکل مشغول بودند، مخصوص برای مشاهده از پدیده گرفتن آفتاب آمادگی می‌بینند. قرار است آنها از داخل ابسرواتوریا یا رصدخانه خوالامر اسپانیا با استفاده از این دستگاه جریان گرفتن آفتاب را مشاهده کنند.
این دستگاه به باور آنها توانی با سرعت و با جزئیات بسیار خرد تقسیم کردن موجهای نور آفتاب را دارد و روز 12 آگوست اولین بار آن را تجربه خواهند کرد. ستاره شناسان ایتالیایی برای آسیب نرسانیدن به دستگاه پیشرفته و برای پره انتقال دادن آن تا که قسمت‌هایش خرد نشوند نه با هواپیما بلکه سوار ماشین تا اسپانیا رسیدند. در همین حال ستاره شناسان تاجیک گفتند که روز 12 آگوست در تاجیکستان پدیده گرفتن آفتاب در اروپا را مشاهده کردن نمی شود، ولی به گفته آنها هواداران تحولات آسمانی می توانند شب 11 و 12 آگوست نزدیک شوی 6 سیاره عطارد، مریخ، مشتری، زحل، اوران و نپتون را مشاهده کنند. گرفتن آفتاب را دانشمندان یک پدیده جالب کیهانی مینامند که مورد توجه بسیاری ها می شود. پیش از این برنامه صحبت داشتم با عبدالجلال سفرов، نامزد علم‌های فیزیک و ماتماتیک، دوچنت، مدیر کافدرای استرونومی فاکولته فیزیک دانشگاه ملی تاجیکستان و نخست از او خواستم پدیده گرفتن آفتاب را شرح دهد. گرفت آفتاب بسیار یک حادثه واهم‌انگیز و دهشت‌انگیز است در بین خلق عادی و برای مشاهده گرفت، یعنی که مشاهده پوره گرفت آفتاب یکچند خصوصیت‌های جالب دارد که یکی از آنها هنگامی که سطح یعنی که سایه ما پوره سطح آفتاب را می‌پوشاند، این فاصله 2 تا 2.5 دقیقه یا کمتر از این دوام میکنه. در این مدت ما میتوانیم که فضای اطراف روز 12 آگوست ساکنان تاجیکستان هم امکان دارند شاهد حادثه کیهانی سفرهای سیاره ها شوند. آنگونه که همکارم هم گفت این نوبت 6 سیاره عطارد، مریخ، مشتری، زحل، اوران و نپتون تقریبا در یک وقت نزد هم قطار می شوند. از جناب سفرов خواستم این پدیده را هم شرح دهد. صفکشی سیاره وابستگی اساسی آنها از دور گردیدشان در اطراف آفتاب هست. خب در حدود یک هفته آینده در حدود تاجیکستان، مثال آنهایی که در اطراف شهر دوشنبه که بیرون از آن زندگی میکنند، امکانیت دیدن یک چند سیاره را دارند. اصلا در آسمان ما آنها را در یک صف هم دیده نمیتوانیم چون که این امکان ندارد و گردش وابسته به گردش آنها در آسمان یک کمان را میمانند و حالتهایی می شود که سیاره عطارد که نزدیکترین سیاره است قریبی صبح می براید و ما گفته نمی توانیم که عیناً ما 6 سیاره را برابر می بینیم. و نهایت یک سوال هم این بود که شاید برخی بگویند ما با مشکلات زمینی خود سرگردانیم، کاری ما با کیهان و ستاره ها چیست؟ شما با آنها چی میگویید؟ نشوی استرونومی فرهنگی علمی و مدنی شخصیت را خیلی بالا میبردارند. ده ها حادثه‌ای است که اینکه پیوسته به عمل میاد که آنها رو با دانستن ساده ترین نازوکی‌های استرونومی شرح داده می شود. از این لحاظ اون شخصی که خودش رو بی‌طرف میکشد، من فکر میکنم که چون این شخصا باید کم باشند، چون که اصلا مردم تاجیکستان مردم فرهنگ دوستدار و مدنی هستند و من فکر میکنم که برای جالبیت یعنی که دانش خود رو سیقل دادن از چنین حادثه‌ها برخوردار شدن، این به نهایت یک مفید میشه نه تنها برای آنها، برای آینده فرزند و عائله کمک جدی کرده میتوانند. تشکر. مدیر کافدرای استرونومی فاکولته فیزیک دانشگاه ملی تاجیکستان عبدالجلال سفرов هم صحبت رادیو آزادی بود. و بینندگان ارجمند، اگر شما هم فردا در تاجیکستان یا اروپا شاهد حادثه های کیهانی مثل گرفتن آفتاب یا سفرهای سیاره ها شدید، این لحظه ها را ثبت یا عکس برداری کرده و ما هم فرستید. و یک خبر هشدار درباره خطر روبرو شدن با جانوران وحشی اخیراً در نتیجه حمله یک خوک وحشی یا گراز در ناحیه شمس‌الدین شاهین ساکن محلی دولت‌علی کریموف 33 ساله جان باخته است. حادثه روز 25 ایول رخ داده. رادیو آزادی جزئیات را نو دسترس کرد.
یک منبع در اداره کارهای داخلی ناحیه شمس‌الدین شاهین روز 11 اوگوست گفت واقع از زمان رخ داد که کریمов همراه پدرش به کشاورزی مشغول بود. مصاحبی ما نقل کرد که خوک از پشت حمله کرده برانی پای و اعضای دیگری بدن دولتعلی آسیب سخت رسانیده است. پدرش کوشش کرده است که مانع خونروی زیاد شود اما او را نجات دادن نتوانست. حمله گروز به ساکنان گوشه‌های دیگری ولایت ختلان در گذشته هم رخ داده است. مثلا سال 2015 در ناحیه واسه یک دختری 10 ساله همین گونه جان داده بود. جنگلبان‌ها میگویند تعداد خوک‌های وحشی و گروز در منطقه کولوب زیاد شده به 8000 سر میرسد. 2 سال پیش این رقم به 5000 برابر بود. شکار گروز در تاجیکستان اجازه داده شده است ولی بسیاری از ساکنان گوشت آن را حرام شمرده و از شکار خودداری میکنند. و مقامات دادگاه ولایت سوخت گفتند پرونده پرسر و صدای مرگ اسکندر ملکی و همسر و کودکش در اسفره جنبش شده است. گمانبری اساسی حکمت شادی و مادر اسکندر ملکی کارمند پیشین حکومت شهر اسفره بر اساس قانون عفو از جوابگری جنایی آزاد کرده شد. حکم دادگاه هرچند تخمینا 1 ماه پیش صادر شده است. خبرنگاران تازه از نشست رئیس دادگاه ولایت سوخت درباره نتیجه های مرافعه پرسر و صدا خبردار شدند. جزئیات از همکارم فرزان محمدی. حکمت شادی و چند ماه پیش در مرگ پسرش اسکندر ملکی کارمند سابق حکومت اسفره و کلین و نبیرش گمانزد بود. هرچند خودش این اتهام را نپذیرفت، دادستان طلب داشت که او را برای در خطر گذاشتن حیات نزدیکان 6.5 سال از آزادی محروم کنند. حالا او از جوابگری آزاد شده است. سربنده مسئول در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قطع کرده شده، مسئول از جوابگری جنایی آزاد کرده شده که سنی که اعتبار قانونی پیدا نکرده است. حکم روز 16 ایول امسال صادر شده هنوز به اجرا ندرآمده است. معطره عبدالله زاده در نشست مطبوعاتی گفت جانب دیگری قضیه از روی حکم شکایت کرده است و پرونده در حال انتقال به مرحله کاساسیونی است. اسکندر ملکی یا شفیعیان و همسر و یک کودکش ماه دکبر سال 2025 در شرایط مرموز در خانهشان جان باختند. مفتشان سبب مرگ آنها را زهرآلود شوی از گاز کربن گفتند. حکمت شادی و مادر اسکندر ملکی که شب حادثه همراه پسر و کلین و نبیره‌هایش بود، به دعوت نکردن یاری تعجیلی و در خطر گذاشتن حیات نزدیکان گمانزد شد. این زن 62 ساله پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که شب حادثه هر آنچه از دستش آمد برای نجات پسر و کلین و نبیره‌اش کرد. من نخواد فرزند خودم کشم، مردگم همون کلین نبیره من نمیکشم. بازی تو مکرم خیلی کرشتر. خیمیوی زهرآلود نیتریت برآمدگی اکسپرت کجا کردم این چیزه؟ برعکس این مهیا معروف زاده مادر عروس اسکندر ملکی میگوید در این مورد شبهه و سوالهای زیاد دارد. خانه که اینا استقامت میکردن از تیاپلی پولو رادیاتور گرم کرده میشد به واسطه برق. اونجا صندلی نیست، پچکی علاوه نیست، انگیش سنگ نیست، kömür نیست. چرا میگن که گازی کربن، نه گازی ژیژینی، نه گازی پروپان، نه گازی بوتان. بسیار شبهه آور. من نمیدونم گشوده شوی همین جنایت چخیل طول کشیده است. هر دو جانب از دادگاه و مقامات حفظی حقوق طلب کرده بودند که حادثه عادلانه بررسی شود. به اندیشه آنها در پرونده نام دیگران نیز همچون شاهد آمده است، اما در مرافعه ها اشتراک نکردند. از اسکندر ملکی 3 کودک مانده است و آنها را مادر عروسش مهیا معروف زاده نگاهبین می‌کند. یکیشان شیرخواره است. اسکندر ملکی سالهای دراز در اداره‌های دولتی در سوخت کار کرده است. وظیفه آخرینش مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه حکومت اسفره بود. و تقریباً 2 سال پیش از این وظیفه رانده شد و طبق اطلاع دریافتی صاحب کاری می‌کرد. شفیعیان در مناقشه ماه ینور سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سخت زخمی شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و در همین دقیقه ها برنامه ما هم به پایانش نزدیک می شود، ولی خبرهای رادیوی آزادی را از دیگر پایگاه های اطلاعاتی ما هم پیگیری کنید. از سامانه ما azadi.org. اینجا خبر و گزارش ها و مطالب ویدیویی ما همیشه دسترس است برای آنهایی که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
радиои озодӣ дар тиктоку телеграм, фейсбуку инстаграм ва ҳамин ютубу икс боз аст. онҷо гузоришҳои видеои мо ҳам зиёд аст. шумо ҳам агар гуфтание доред ё мехоҳед аз хабар ё рӯйдоде моро огоҳ кунед, ба ҳамин саҳифаҳо нависед. агар аз кадом ҳодисе худатон дидед, шоҳид шудед, навори видеои бардоштед, онро ҳам фиристед ва мо бо шумо дар тамос мешавем. ташаккур барои ҳамроҳиятон то ин лаҳза аз мо ҳамин. то барномаҳои дигар, худо нигаҳдор.